به نام خدا. با سلام. حسین شهیدیخواه هستم، دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه تهران. قصد دارم یک سلسله جلساتی با موضوع فلسفه ذهن ارائه کنم و امروز نظریه جان سرل با عنوان بیولوژیکال نچرالیسم، طبیعت‌گرایی زیست شناختی رو ارائه می‌کنم. جان سرل یک فیلسوف آمریکایی حدوداً 91 سالشه در حال حاضر و گرایش تحلیلی داره. جان سرل استاد دانشگاه برکلی دانشگاه آمریکایی بوده و در سه زمینه فلسفه زبان، فلسفه ذهن و فلسفه اجتماع کار کرده. به زبان فارسی خیلی از کتاب‌های سرل ترجمه شده، بعضی از کتاباش 2 تا ترجمه هم داره، ولی آثار فلسفه ذهن ایشون هم ترجمه نشده. کتاب اولی که تو موضوع ذهن نوشته بوده اینتنشنالیتی، حیث التفاتی، 1983 بوده. کتاب دیگه کشف دوباره ذهن 1992، راز آگاهی 1997، ذهن، زبان، جامعه 1998، مقدمه کوتاه بر ذهن 2004. کتاب اصلی سرل توی موضوع فلسفه ذهن همین است تقریبا. خب ببینید جان سرل وقتی توی بحثی ورود میکنه، هم تو مسئله آگاهی توی فلسفه ذهن، هم بحث‌های دیگه‌ای که توی کتاب‌های فلسفیش مطرح کرده، همیشه از ما میخواد که تاریخ اون موضوع رو کنار بذاریم، یعنی چندان به نظریات فلسفی که در تاریخ فلسفه تو موضوع مطرح شده بها ندیم، بلکه مستقیم سعی کنیم با خود موضوع مواجه شیم و بیشتر به داده‌هایی که علوم طبیعی شبیه زیست یا فیزیک به ما ارائه کردن به اونها توجه کنیم، وارد نزاع‌های فلسفی چندان نشیم. من سعی می‌کنم نظریه جان سرل رو توی چند بخش ارائه کنم تا بتونیم این بحث رو به اتمام برسونیم. اول بحث تسمیه جان سرل که چرا اسم نظریه‌اش رو میگه طبیعت‌گرایی زیست شناختی. نگاه کنید، جان سرل در حقیقت معتقده که آگاهی و کلا پدیده‌های ذهنی مثل امور طبیعی هستن و نیازی نیست که ما یک جهان مجردی رو فرض کنیم و آگاهی یا ذهن رو مثلا یک نفس مجرد، یک جوهر مجرد نفسانی تلقی کنیم. این بحث تسمیه نچرالیسمه. اما چرا میگه زیست شناختی، بیولوژیکال نچرالیسم؟ به خاطر اینکه آگاهی یک پدیده سطح بالاه، قاعدتا یک پدیده در سطح پایین فیزیک توضیح داده نمیشه، اما تو چه رده‌ای از پدیده‌های سطح بالا قرار داره؟ هم ردیف پدیده‌های زیستی مثل هضم غذا و مثلا حیات، شبیه این پدیده هاست. خب این از وجه تصمیمی مثلا. اما تعریف جان سرل از آگاهی چیه؟ جان سرل آگاهی رو خیلی ساده تعریف می‌کنه. وقتی ماها صبح از خواب بلند میشیم تو حالت آگاهانه قرار داریم و در طول روز که کارهای روزمره‌مون رو انجام میدیم همچنان آگاهیم. و وقتی دوباره شب به خواب فرو میریم، در صورتی که توی خواب رویای آگاهانه نداشته باشیم، آگاهیمون خاموش میشه. پس ما وقتی بیداریم تا زمانی که دوباره به خواب بریم، خوابی که رویا نداره، یا بمیریم یا به اغما فرو بریم، یه جوری حالا خلاص بیهوش و ناهوشیار بشیم، این آگاهی همراه ما هست. این تعریف ساده و کاربردیه که جان سرل ابتدا از آگاهی ارائه میکنه. اما آگاهی 4 ویژگی اصلی از نظر جان سرل داره. اولین ویژگی کوالیتیتیو بودن آگاهی، یعنی آگاهی یک پدیده کیفیه. وقتی شما یک حالت ذهنی آگاهانه دارید، یک حس و حال خاصی از درون نسبت به اون دارید. مثلا فرض کنید وقتی شما یک لیوان آب پرتقال رو میخورید، این یه حس خاصی به شما میده و خیلی متفاوته با وقتی که شما مثلا یک گل رز رو بو میکنید یا وقتی به موسیقی مثلا سنتی گوش میدید. هر کدوم از اینها یک حالت کیفی متمایزی داره. این حالت درونی ویژگی اول آگاهیه و فیلسوفان ذهن معمولا با تعبیر کوالیا از روی یاد میکنن. ویژگی دوم آگاهی رو میشه سوبژکتیو بودن یا هستی شناسی اول شخص داشتن آگاهی دونست. نگاه کنید، پدیده ها در جهان گاهی وقتا مستقل وجود دارن، مثل کوه، سنگ، اما گاهی وقتا اونها باید توسط یک سوژه‌ای تجربه بشن. تا زمانی که تجربه میشن وجود دارن. پدیده های مثل درد، مثل آگاهی، مثل خواب، رویا، اینها باید توسط یک انسان یا توسط یک حیوانی دستکم تجربه بشن. به اینها میگه پدیده‌های سوبژکتیو. اما جان سرل معتقده که سوبژکتیو بودن و ابژکتیو بودن یک مشترک لفظی. گاهی وقتا به معنای معرفت شناختی اصطلاح به کار میره و گاهی اوقات به معنای هستی شناختی اصطلاح به کار میره. من این دو تا رو سعی می‌کنم توی مثالای ساده‌ای توضیح بدم تا بحث تموم شه. دقت کنید، مثلا من یک جمله میگم حافظ شاعر
بهتری از سعدی. نگاه کنید این یه ذوق زیبایی شناسانه شخصی منه که شاید شعر حافظ رو ترجیح دادم به اشعار سعدی. این حکم شخصی از منظرگاه خود کسی که حکم صادر کرده. اما وقتی میگم حافظ در ایران متولد شده و یک شاعر پارسی زبانه و یک شاعر مسلمانه، اینها دیگه صرفاً ابراز سلایق و علایق و منظر من نیست. اینها واقعیت‌های ابجکتیویه که یا صادقن یا کاذبن و میشه به صورت عینی اینها رو بررسی کرد. سوبژکتیو و ابجکتیو بودن معرفت شناختی به یک حکم بستگی داره که آیا اون حکم، اون گزاره و صدق و کذبش وابسته به سلیقه گوینده است یا نه، میشه به صورت عینی اون رو تحلیل کرد. اما ما یه اصطلاح هستی شناختی از ابجکتیو و سوبژکتیو داریم. نگاه کنید پدیده‌هایی مثل مولکول‌ها، اتم‌ها، کوه‌ها، رودها، اینها نیاز نداره که انسان اونها رو تجربه بکنه. اینها مستقل از آگاهی ما وجود خارجی دارن. اما پدیده‌هایی مثل درک، مثل آگاهی، مثل حس التفاتی، مثل باورها، اینها اگر ما وجود نداشته باشیم و تجربهشون نکنیم وجود نخواهند داشت. این تفاوت سوبژکتیو و ابجکتیو بودن از نظر هستی شناختیه. آگاهی از نظر جانسن یک پدیده سوبژکتیو و هستی شناختیه، اما احکامی که فیلسوفان ذهن درباره آگاهی صادر میکنن یک احکام عینی و ابجکتیو. خب ویژگی سوم آگاهی چیه؟ آگاهی یک پدیده‌ای که ما به صورت یک پارچه اون رو درک میکنیم. مثلا دست شما ممکنه روی میز باشه و همزمان بوی یک عطری رو احساس کنید و همزمان یک درختی رو مثلا از بیرون پنجره مشاهده کنید. ما همه اینها رو مجموعاً به صورت یک پارچه تجربه میکنیم. تجربه‌های مجزای جدا از هم نیستن. این یک پارچگی آگاهی هم ویژگی سومه. اما ویژگی آخر آگاهی که جانسن ذکر کرده ویژگی التفاتی بودن آگاهی‌های ما. حالت‌های آگاهانه ما از ذهن ما به سوی اشیاء اشاره می‌کنن، درباره اشیاء خارجی و ابژه‌های خارجی هستند و از اونها حکایت می‌کنن، اونها رو بازنمایی می‌کنن. مثلا فرض کنید بنده دارم از پنجره دارم به یک درخت کاج نگاه می‌کنم. این آگاهی من درباره یک شیئی به نام درخت کاج در خارج. خب 4 تا ویژگی آگاهی رو هم گفتیم. حالا می‌خوایم رابطه آگاهی رو با جهان بررسی کنیم. چند نکته اصلی جانسن درباره آگاهی و رابطه‌اش با بدن میگه. جانسن معتقده که آگاهی یک پدیده واقعیه. شما نمیتونید آگاهی رو حذف کنید یا آگاهی رو به یک امر فیزیکی سطح پایین‌تر تقلیل بدید. نگاه کنید وقتی شما میخواد یک پدیده‌ای رو بگید توهمه و بگید این وجود نداره و شما نباید اون رو باور کنید. مثلا درباره غروب آفتاب انسان‌ها فکر میکنن که خورشید داره به سمت پایین حرکت میکنه و غروب آفتاب رخ میده. اما این یک نمودیه برای ذهن ما. در واقعیت این زمینه که داره به دور خودش و به دور خورشید میچرخه و این باعث میشه که بیننده دچار این توهم شه که خورشید واقعا داره میاد پایین، در صورتی واقعا پایین نمیاد. اینجا شما بین وجود خورشید و بین اون نمودی که براتون داره تفکیک قائل میشید و میتونید بگید این نموده غروب خورشید که انسان‌ها به طور متعارف درک میکنن یک امر توهمیه و اون رو حذفش کنید. اما درباره آگاهی جانسن تذکر میده که ما بین حالتهای ذهنیمون بین بود و نمودشون نمیتونیم تفاوت بذاریم، چون اونها به صورت حضوری نزد سوژه حاضرن و بی‌واسطه با اونها ارتباط داریم. در واقع وجود و بود و نمود اونها یکیه. برای همین حذف کردن آگاهی ممکن نیست. اما چرا آگاهی رو نمیشه به امور فیزیکی سطح پایین‌تر فرو کنیم؟ جانسن معتقده که اینها دارای هستی شناسی اول شخص هستن، این سوبژکتیو و شما نمیتونید یک پدیده‌ای رو که دارای ویژگی سوبژکتیو و اول شخص هست رو به مغزی که یک بخش از عالم فیزیکه و یه هستی شناسی سوم شخص و ابجکتیو داره نمیتونید این رو به اون تقلیل بدید. از این مسئله تحت عنوان عدم تقلیل هستی شناختی آگاهی به مغز یاد میشه. نکته بعدی که جانسن تذکر میده اینه که آگاهی درسته که از نظر هستی شناختی به مغز تحویل نمیره، اما آگاهی در هر صورت معلول فرآیندهای سطح پایین مغز، یعنی یک رابطه علیت بین مغز ما و بین آگاهی ما برقراره. پس جانسن میپذیره که آگاهی و حالتهای ذهنی به طور کلی قابل تقلیل علی به مغز انسان و به بدن انسان هستن. خب نگاه کنید وقتی آگاهی میخواد در جهان محقق بشه
در مغز انسان محقق میشه. حتی تو چیزی که تا الان پیدا کردیم فقط توی مغزهای بشر و موجودات زنده دیگه مثل حیوانات بوده. و اما دقت کرد که آگاهی ویژگی سطح بالای مغزه. یعنی نمیتونی دست روی سلول مغز بذاری، روی نورون دست بذاری بگی این آگاهه. مغز به عنوان یک سیستمی که آگاهه. ویژگی بعدی که ما باید درباره آگاهی بحث بکنیم و نکته دیگه که باید تذکر بدیم اینه که آگاهی یک پدیده خنثی نیست. آگاهی تاثیر علی داره. میتونه در جهان فیزیک اثر بگذاره. مثلا من اینجا نشستم و اراده میکنم و قصد میکنم که دست خودم رو جلو بیارم و این کتاب رو بلند کنم. آگاهی من و قصد من که یک پدیده ذهنیه عامل حرکت دادن دست من بوده و اینجا تأثیر یک امر ذهنی بر فیزیک رو مشاهده میکنه. پس بنابراین جانسن اصلا میونه‌ای با اپیفمینالیسم، یعنی نظریه‌ای که میگه آگاهی تأثیر علی در جهان نداره، جانسن با این نظریه میونه‌ای نداره. خب دقت کنید نظریه جانسن همزمان هم ماتریالیسم رو نقد میکنه هم دوالیسم. جانسن تن نمیده که ما یک جهان متافیزیکی خارج از عالم ماده داشته باشیم. پس دوالیسم رو به طور کلی ترک میکنه. اما به فیزیکالیسم هم انتقاد میکنه. میگه شما بخش سوبژکتیو ذهن رو نشناختید. ذهن ویژگی کیفی داره. ذهن یک امر سوبژکتیو و اول شخصه و از نظر هستی شناختی قابل تحویل به مغز و بدن انسان نیست. خب تا اینجا سعی کردم نظریه جانسن رو به طور خلاصه برای شما ارائه کنم و نکات مهم نظریه اون رو ارائه کنم. در پایان برای اینکه نقدهای هم صورت گرفته باشه دو اشکال اصلی که به نظریه جانسن میشه مطرح بشه ذکر میکنم. اشکال اول، نگاه کنید اینکه جانسن میگه آگاهی از نظر هستی شناختی اول شخصه ظاهرا حرف دقیقیه، چون ما شهود اول شخص از آگاهی داریم و این حرف رو تصدیق میکنیم. میگه این غیر قابل فروکاهش به مغز از نظر هستی شناختی، ولی همزمان میگه نباید دوگانه انگار شد. این برای ما عجیبه. چطور شما میگید یک هستی متفاوتی با هستی مغز و فیزیک؟ هی تن نمیدی که خب پس دو جور هستی هست، دو معقولن، هست دوگانه انگار شدی. این کار عجیبیه که کسی همزمان نظریه‌های فروکاستی درباره ذهن رو انکار کنه ولی تن به دوالیسم نده. ما متوجه این مطلب خیلی نشدیم. اشکال بعدی که به جانسن میشه کرد اینه که شما میگه آقا آگاهی از نظر علمی تحویل میره به سطح مغز. یعنی هر کار علمی که نورون ها میکنن مغز انجام میده، دیگه آگاهی کار بیشتری نمیتونه انجام بده. این باز عجیبه که چطور شما تحویل هستی شناختی رو نمیپذیرید اما تحویل علمی رو میپذیرید. آیا ممکنه یه پدیده نظر علمی به پدیده سطح پایین‌تر فیزیکی تحویل بره ولی از نظر هستی شناختی تحویل بره؟ خسته نباشید.